کنم که 20 سالم بود. کیارش 40 روزش بود. پدرم کل جهیزیه و سیسمونی که به من داده بود و اومد جمع کرد، گفتش که خودم دادم دوست دارم پس بگیرم. من موندم یه بچه 40 روزه وسط خیابون. شوهرم که ماشاءالله تعطیل دیگه طبق معمول. من کمتر از چند ماه، فکر کنم 1 ماه 2 ماه واسه خودم خونه زندگی جمع کردم. به نظر من آسون ترین کار دنیا درست کردن یه خونه زندگی، کاری نداره که. بیا بفرمایید. من مثل آب خوردن خونه درست میکنم، عین آب خوردن. تنها چیزی که برای من مهم نیست همین یه دونه است دیگه. مگه نه الا خانم؟ همیشه بهتر از قبلشو میسازیم، خیلی سریع. آب خوردنه واسه اون این کارا. منو با پول و با فشارهای مالی و اینا به هیچ جا هیچ کس زورش بهم نمیرسه، هیچ کاری نمیتونه با من انجام بده. بله بله بله، شنی خانومه میتونه، مگه نه الا خانم؟